مرد تو عکس از این سیاه چل بیرون اومد. سیاه چان؟ داری میگی پدر من پشت این ماجرا بود؟ بعد اینکه شکارچی اونو شکست داد ناپدید شد. بعد اون دایره شکارچی ها مخفیانه دنبالش میگشت ولی هیچ ردی ازش نبود. انگار دود شده بود رفته بود تو آسمون. میفهمم چه حسی داری ولی واقعیت اینه که با توجه به سوابقش اون مشکوک‌ترین آدم در ارتباط با این ماجراست. و دقیقاً واسه چی شما این عکس رو من نشون دادین؟ کنفرانس بین‌المللی انجمن‌ها. تو کنفرانس امسال که نماینده های انجمن‌های برتر دنیا توش جمع میشن، دایره شکارچی‌های آمریکا قصد داره برای این مرد هشدار قرمز صادر کنه. به عبارت دیگه این تحقیقات دیگه مخفیانه نخواهد بود.